این منزل من و توست. اتاق خواب، رخت خواب و محل زندگی، کاخ و قصر من و توست. بایستی سالهایی را در اینجا سپری کنیم. 100% در اینجا وارد خواهیم شد. هیچ کسی نیست مگر اینکه اینجا وارد بشه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبر، محبوب ترین شخص نزد الله بود، اما وارد این قبر و این منزل شدند. این سرای ابدی است. آیا دوست داریم مساحت این اتاق رو ببینیم و مساحت این کاخ و قصر رو ببینیم؟ رخت خوابی که برای هر انسانی آماده شده رو دوست داریم ببینیم؟ فضای تفریح، فضای باقی موندن، همه در همین چند وجب بیشتر نخواهد بود. در این قبر و در این منزل شاهان خوابیدند، وزرا خوابیدند، فقرا خوابیدند، ستمگران و ظالمان خوابیدند، همه خوابیدند و همه خواهند خوابید. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. در این قبر و در این منزل همه ما را فراموش خواهند کرد. چند روزی برای ما اشک میریزند، بعدها میگویند یادش به خیر، میگویند آدمی بود و رفت. من که انسان در قبر گذاشته میشه، این انسانی که ایمان پاک، اعتقاد توحیدی، موحد بوده، یک انسان خوشرو، زیبا چهره، در حالی که لبخند میزنه نزد او میاد. انسان مرده بلافاصله میگه تو چه کسی هستی؟ میگه منو نمیشناسی؟ من همون عمل صالح تو هستم. خوش باش، به تو مژده بهشت باد روز قیامت. فرشتگان منکر و نکیر میان و سوالهای بسیار ساده، خدات کیست، پیامبرت چی بوده، دینت چی بوده و کتابت چی بوده، سوالهای بسیار ساده پاسخ خواهد داد، بسیار ساده پاسخ خواهد داد. این با حفظ مادی نیست، بلکه عمل انسان و ایمان، اندیشه های انسان هست که این زمینه رو فراهم میکنه انسان بتونه این پاسخ ها رو ارائه بده. زمانی که در واقع این اتاق خواب انسان خواهد بود، در واقع اتاق زندگی انسان اینجا خواهد بود، این سوال ها را پاسخ داد. این فرد خوشرو نزد او خواهد ماند. این انسان مؤمن میگه رب اقم الساعه، عجله داره، صبر نداره کی قیامت برپا میشه. رب اقم الساعه. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده انسان مؤمن زمانی که از دنیا میره و میمیره تا روزی که رستاخیز و روز قیامت، زمانی که از قبر برخواسته میشه، فقط به اندازه 2 ساعت یا 1 ساعت و نیم زنده بوده، از بین بعد از نماز عصر تا پیش از اذان مغرب، به همین اندازه در قبر احساس میکنه مونده. اما والعیاذ بالله انسانی تبهکار، انسان گناهکار، انسانی که حتی انسانهایی هستند که احساس میکنن عمل صالح انجام میدن، بهتر از خودشون کسی نیست، اما در واقع بدتر از خودشون کسی نیست. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسانی هستند که احساس میکنن عمل خوبی انجام میدن اما اعمالشون پوچ هست. این انسان زمانی که در قبر گذاشته میشه، یک انسان عبوس، بدچهره، سیاه چهره نزدش میاد، در حالی که خشم از سر و چهره او میبارد. این شخص میگه تو چه کسی هستی؟ خدا خبر بدی بهت بده. میگه منو نمیشناسی؟ یادت رفت؟ به همین زودی فراموش کردی؟ یادت رفت اون لذت‌های حرام، اون اعمال گناه، اون لهو و لعب حرام یادت رفت؟ عبادات رو کنار گذاشتی یادت رفت؟ ناسزاهایی که به زنان پیامبر خدا میدادی یادت رفت؟ ناسزاهایی که به یاران رسول خدا میدادی یادت رفت؟ من امروز تو را عذاب میدهم تا روز قیامت و مژده باد بر تو از آتش جهنم در این اتاق خوابش که 1000 سال در اینجا خواهد ماند. خدا میداند چند سال انسان بماند. فرشته منکر نکیر در اون وقت نزد این شخص میاد و در زمانی که در اینجا دراز کشیده و خوابیده در واقع از او میپرسه خدات کیه؟ من ربک، خدات کیه؟ این شخص میگه ها نمیتونی سخن بگه.
دیدین شاگردهای تنبل کلاس زمانی که معلم ازشون چیزی میپرسه پاسخ بلد نیستن، ها میگن. این انسان هم همین حالت رو داره، میگه ها سمعت الناس یقولونها فقلت کما قالوها. میشنیدم مردم یه چیزهایی میگن، منم همون اعمال رو مانند مردم میگفتم. اون فرشته مانند صخره و سنگ بسیار بزرگ بر سر او میزنه و میگه نمیدونستی و نمیدانی، نمیدونستی. ای انسان به حال خودت رحم کن، به حال این خانه ابدی است، آبادش کن. ای انسان این منزل را آباد کن. آبادی این منزل بسیار ساده است، نمیخواد در شبانه روز 8 ساعت سر کار رفت. بسیار ساده، اعمالی بسیار که در زندگی دنیا به صلاح انسان قبل از اینکه در این کاخ و قصر به صلاح انسان باشه. اون همونطور گفتیم ارکان ایمان و ارکان اسلام بسیار ساده است و هیچ سختی و مشقتی نداره. میت وارد قبر میشه، این دعا خونده میشه بسم الله و علی ملت رسول الله، بسم الله و علی ملت رسول الله خونده میشه و بعد از اون این در واقع تخت سنگ هایی که به این صورت ترتیب داده شده بر این میتی که دفن شده به این صورت گذاشته میشه. این تخت سنگ ها برای اینکه در واقع خاک بر یا جسد میت اذیت نبینه و این بخش لحد گفته میشه و این به این صورت این لحد پوشیده میشه و به این صورت ما این رو میپوشونیم. ای جوان، این گونه منزل من و شما خواهد بود، خانه ابدی است. برای این روز خود را آماده کنیم و جدی بگیریم، زیرا این لحظه شوخی بردار نیست.